کوچه های هفت بهار مثل همه این محله ها با یک هیجان بیدار می شود. رفت آمد سر می شود از این طرف و دیگر طرف، از وی طرف و این طرف. فکر می کنی که هر یک انسان با کار خودش آواره است. اما بعضی ها در نصف شب اسیری رویهای سیاه می شوند. بعضی ها زندگی خوب دیدن می خواهند. راهی بعضی ها را می برند. معلوم می شود که در یک جای می دوند. همه وقت نیک و بد جفتی هم هستند. از یکش نور می ریزد، از دیگرش چرک. قوت در این مسابقه اولین چیزی که بای می دهد، چون که باید به هر کس داده نمی شود. قوت بجایی که تاریکی خود را روشن کند، برعکس آن را باز هم تاریکتر می کند. اکنون شفقش را نمی بیند. از دوست داشته انتظار التفاتش بودیم، اکنون برای وی دشمنی رقم یکیم. مخالفت بد بود. عشق بزرگ چطور به دشمنی مبدل گردید؟ مبدل می گردد چون که عقل از سرها برآمده بود. شب هفت بهار متاسفانه خیر را نمی بیند. تاریکی بالای خانه های کوچه ها را پوشانید. همه این چی معنا دارد سرمه؟ کار شدهی؟ دستتون درد را نبیند. نوشی جان، من گپ را دراز کردنی نیستم، کوتاه کرده میگویم. سببی به خانه شما آمدن ما حمزه جان، چخیلی که به شما معلوم است یک کار خیر می باشد. چی گفتید؟ از اینجا نی مادر جان، نمیخواهم. انشالله با خیر. التماس کنم با من رحم کنید. با امر خدا و قول پیغمبر دخترتان سیده را به چنگیز موافق دیدیم. چی شد؟ چرا جواب نمیدهد؟ حمزه جان چرا خفه شدی؟ روزی نشوید. بگو گرهایی روان کرده ای من هیچ معنی نداشتم. همین در نه؟ من وای خودت را به نادانی نزن سرمه. خب میلش فرض کردیم که نمیدونستی گلها را کی روان کرده است. از ایدش است که با یک دانه گل، تنها با یک دانه گل همه چیزی وصل می شده است. گوش کن دوغم، من به این محله نه برای تو و نه برای کسی دیگر آمدم. وظیفه‌ام رو باید اجرا کنم. ببخش سروسه من، رفتنم لازم. هارون التماس آرام شو. به غضب آمدن بر ضرری توست آخر. خیلی ضرر دیدیم اکای عمر. به کمکتون احتیاج دارم. بگویید به من یاری میدهید؟ با گریزانیدن سیده چیزی رو به دست نمیاری. برعکس کار رو چگیل و ویران میکنی. یعنی مرا تنها میگذارید؟ گوش کن هارون، اول به سرمه وعده دادم که به ضد امک حمزه نمیبرایم. اینش را مانو. اگر گریزانیدن این کار را حل میکرد، باور کن من طرف تو را میگرفتم و رفته سیده را با دستان خود دزدیده میآوردم و به تو میسپاریدم. خوب میلش. مادامی که این خیلی است با شما یا به شما اکای عمر این کار رو میکنم. دیگر علاج ندارم.
از این کار دست کشیم حمزه. من عاقبت این کار رو بخیر نمیبینم. چخیل باز دست کشیم؟ تو نبودی مگر دختر رو خانه دار کنیم گفته؟ همیشه رو غلط میکردی. من از وعده دادم نمیکردم. جواب زدید راضی هستی؟ بله آقا. مادامی که شما با خانم آمدید من هم دخترم سعیده رو با پسراتون چینگیز میدیم. میمورم اون با چینگیز خانه دار نمیشوم. من او رو نمیخواهم. من رو با آتش تهلا ندهید. آرام شو پسرم. سعیده در نتیجه آدمونی بیگونه ای بس کنی زودتر رو از اینجا. من رو سر دهید. من مول نیستم که با کسی که خواهید دهید. چی واقعا چی گفت؟ فهمیده. اکای حمزه دخترتون راضی نیست. خدای تا بخیر با ما اجازت. این جواب بهتر بگیر. زود با خانه خود درآ. آقای حمزه ما با توی آماده ایم. شما مصلحت کنید ما انتظار میشویم. این شما را ناراحت نکند آقا. من رازگیم را دادم. در روزهای نزدیک سعیده با چینگیز خانه دار می شود. رفتیم. این کار برایتان یگان مشکلیه نه؟ در این خانه همه وقت گفته من می شود. شکر که به گپ زن نمی رویم. راحت شوید. در بین این هفته خودیا میکنیم. پس ما آماده میشویم. شبتان خوش. شب خوش. دستتان رو بیبوسم پدر جان. سلامت باشید. اکنون با یک نفره که دوستش نمیدارم خانه دار کردن میخواید. شما مگر دل ندارید؟ دخترم به خود بیاد. چیکار؟ منو با چینگیز دادن نخواه. این چی خیلی پدر و مادری است؟ از حد گذروندی. پدر شما رو نمیشناسم پدر. آخر شما حتی مورچه رو از آب نمیدودید. چرا با فرزند خودتان جبر میکنید؟ مگر نمیبینید که سیده رو با آتش تیله میدهید پدر؟ شد اکنون در چند سال آخر با فکر خودم کار میکنم. هیچ کس از من سوال جواب نکند. سعیده با چینگیز خانه دار میشود. گپ تمام. این موضوع محکم شد. یگان کار کن هارون. در این خانه دیگر زندگی کردن نمیتوانم. سعیده جان آرام شو. نه من آرام شب نگوی هارون. دیده استودایی که مرا مجبوری به کسی دیگر خانه دار کردن. یعنی التماس یگان کار کن. با تو وعده میدیم سعیده، وعده میدیم. غیر از من به کسی خانه دار نمیشوی. بیزار شدم از این خیل زندگی. ای خدا رحم کن. هارون پسرم
چایت رو دم کردم باز خنک نشود. پسرم باز خوابت برد. پسرم چایت خنک می شود. هارون پسرم چی کار میکنی؟ قرارم قطعی است مادر. سعیده رو میگریزونم. این کار رو نکن پسرم. آنها شما رو آرام نمیگذارند مگر نمیدونی عدالگی ها تو رو نابود میکنند. گفتم که قرارم قطعی است. دیگر چاره ندارم. پسرم مگر حمزه دخترش رو به تو میدهد؟ همه‌اش خوب میشود. انا میبینید. بیهوده و بیشش نریزونید. فکرت کنی خیز از جا میدونی ساعت چند شده است؟ خیز از جا زود خیز از جا کنی خیز بکی بزن خیز. خدایا چیگر شده است؟ خدایا توبه. مادر جان شما امروز تخم نپختیده؟ دست نداری مگر خودت پخته خوردنگی. با شما چی شده است مادر جان؟ چی شده است با من؟ کنی گپ زن؟ من از کجا دانم چی شده است؟ با تو چی شده است؟ این خیل بچه پروست میگوریزی ها؟ کنی بچه زود بیاد خورم میخورید. پیسرم جانم ای شیرینکی من کنی چایت رو نوش چایکت خنک نشود. منم زود یکو چیزو خورده میبرم اینجا. امروز یعقوب رو جواب میدم. دخترم تو هم دیر نمون تستر خورد. فکرم پیسرم با فکرم تو هم یگون کار داری ها؟ همین طور نه؟ پیسرم ایستا پیسرم. عمر جون بیا یردم کن بیا. انا تشکر. در تو را زود سر کرده میتونسته باشم. طلبه ها از درس خیلی عقیب موندند. هنوز از اینجا نبر آمده مکتب رو فکر میکنیم. امروز در خونه خوب دم گیر. از پگاه درس رو سر میکنیم. این طور نی دختر؟ پسرم با تو چی شد؟ یگان واقعه شده است مگر؟ هیچ چیز نشده است اما جون. مانده شدم. اکی اومد. ببخشید. خدا شفا دهد. تشکر هارون. اکی عمر با شما صحبت کردم میخوام. با اجازت یک لحظه برای ما شفا یابید. تشکر پسرم. خوبی؟ دستت راحت است؟ انا میدم. شبی درست فکر کردم اکی عمر. دیگر چاره ندارم. هارون همش بدتر می شود. احوال سعیده هم بد است اکی عمر. بیچاره رو دیروز با چنگیز فاتحه کردن. حاضر با من جواب دهید اکی عمر. من وقت زیاد ندارم. با من هستید یا زیدی من. گیر سعیده چند روز باز خوی رو که درست هم نخورده ای. بینوش. اپا برای من یک خوبی کن. هارون را بگو که من را گریزاند. گریزاند؟ تو چه ها میگوی سعیده؟ تو دیوانه شده ای سعیده. تو هنوز به بلاغت نرسیده ای. اگر شما رو دستگیر کنند میدونی چی میشود؟ او رو به حبس میگیرند و تو رو زود به شوهر میدهند. تو این رو فهمیده میتوانی سعیده؟ چیکار کنم اپا؟ انتظار شوم تا که مرا با دیگر کس خانه دار کنند؟ باور کن اپا خودم رو میکشم. دخترم باور کن من هم نمیخواهم که تو با چنگیز خانه دار شوی و پدرت راضی نشو. گفتم گوش نکرد. تو خواطر نشو. من برای فکری پدرت رو عوض کردن چی کاری که از دستم آید میکنم. لیکن اجازت نمیدهم که مرا گوش نکرده با پسری خانم هوریه واخوری وگرنه تو رو دخترم نیو دشمنم حساب میکنم.
خیلی عزیزی میفهمی، لیکن این رفتارت با من پسند نیست. من با تو کمک کردن نمیتونم و نمیخواهم. نمیتونید، چون که تنها خودتون و سرما رو فکر میکنید. از من و سعیده باشد پروایی ندارید. شما خود پسند هستید دکه عمر. چی خیر تو مرا خود پسند فکر میکنی؟ تو درباره گریزانیدن دختری فکر میکنی که در مکتب میخواند. این گناه است. حیات سعیده از این بهتر نمیشود، برعکس ویران میشود. شما سعیده رو فکر نمیکنید دکه عمر. شما یگانه کسی که فکر میکنید این سرما است. تو چی خیلی که سعیده رو دوست داری، من هم سرما رو دوست میدارم و با او وعده دادم که هیچگاه تنهایش نمیگذارم، نه در خرسندیش نه در روزی بدش. برای او چی کاری که باشد میکنم. التماس مرا بفهم. آخر من برادر شیرخورتون میشوم. سرما رو دوست میدارم گفته با نواخی که نسبتی ما رو میبینند بی‌پروا میشوید. راه حلش باشد گپ زنید، نباشد از دستم گیرید و کمکم کنید. خوبه که عمر همش فهمم. من سعیده را دوست می‌دارم. برای با او خانه‌دار شدن از پیش رو هم چیزی که برایت پایمال میکنم. با شما یا تنها. ما برای توی اسم روز نزدیک رو انتخاب کنیم میشود؟ میشود آقا، موافق است. سلام علیکم آقای ماهی. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. حمزه، با تو بابت یک چیز مهم گپ زدن میخواهم. خیر، مصلحت همین. با من اجازت. اجازت در دست شما است. خوش باشید. مرحمت. مبارک شود حمزه. پیشتر پسرانم برای هر یک کار مصلحتی مرا میگرفتند. اکنون باشد پسرم دخترش رو فاتحه کرده است، من خبر ندارم. خبر میدادیم پدر، لیکن فرصت نشد. اکنون شما به کلان سالان احتیاج ندارید. میبینم که همه کار را خودتان حل کردنی هستید. مثلا دخترتون را با کسی میدید که دوستش نمیدارد. پدر، حرمتمان برای شما به آخر است. اما اکنون کودک نیستیم، کلان شدیم. البته ما هم چیزی رو میدانیم. انتظار شویم که کی هارون دختر رو گریزاند، نام اولادمان رو پس زند. من فکر میکنم کاری درست کردم. بخشش پدر، کار دارم. هرمز، با پدرم باش. چی شد؟ چی میخواهید؟ آرام شو هارون. میدانم که سعیده را گریزاندن میخواهی. من به تو کمک میکنم. هارون سعیده رو گریزاندن میخواد. عمر میفهمی؟ او میخواد که برای گریزاندن سعیده تو به آنها کمک رسونی. تو که با آنها روی درست رو نشان میدهی، یا این که تو هم نمیدونم سرما. احوالشون خیلی بد است. سعیده رو با یک نفری میدهند که تماما دوستش نمیدارند. این کار رو مشکل میکنه. حیرانم چی کار کنم. دست و پایم بسته است سرما. راست میگویی.
خوشبخت نمی شود. لیکن اگر گریزد خودش از این بدتر می شود. به هارون کمک رساند. این معنای آن رو دارد که باز بر ضد پدرم برآمدی. خوب فکر کن عمر. التماس. هارون دیشب فهمیدم که به عشق سرمه عمر ضامن شده نمیتوانم. اینها چیست؟ عاشقان را جدا کردن نمی شده است. حتی من مانع شده نتوانستم. شما جدی میگویید اخی دوغان؟ هارون دستی خم شده را بوسه میکنی. این هم یک راهی مردی است. هارون دردش چیست میدانم. بعضن آدم حتی جانش را میدهد، اما بعضن یک گل برای همه چیز را گرفتن کافی است. برای همین با تو کمک میرسم. گلها مخلوط نشدن؟ نه، خیلی زیبایند. تشکری زیاد. این خیلی بچه چرا غمگینی؟ مگر من تو رو رنجاندم؟ نه، برعکس تو با من خیلی مهربان بودی، لیکن دیگر این خیلی واخوردن ممکن نیست. چرا؟ آخر همش اینقدر خوب است. فکرت به این همچون زنی سبک بانمان برآمده است. من خیلی نیستم. این خیلی زندگی کردن هم نمیخواهم. من هم مثل همه زنها فکر خانه‌دار شوی دارم. میخواهم با دوست داشتم خوراک‌های با لذت پزم. کودکانی زیبا داشته باشم. به من مهم نیست که از کنار چه خیلی می نمایم. فکرت میخواهم زندگیم مثل روزهایی که با تو گذرانیده ایستادم صاف و بی‌غبار باشد. آخر من چی منظم بودنی تو رو نقض میدونم. بیهوده خودت رو عذاب نده. تشکر فکرت. اما اکنون من خودم رو این خیلی دیدن نمیخواهم. باید من و تو به یک قرار بیاییم. یا اینکه دیگر و نخوریم. خیلی حیران شدم ینگه. از فکرت این رو انتظار نبودم. رفیقان اطراف را درست انتخاب نکنی. گمراه شده خانه و درد را از دست میدی. عمر اینگه بین خودمون ماند مینش. اگر کارهای کرده فکرت معلوم شود چطور برای پیروبیانی گم میکنه؟ فکر نکنید ینگه جان. من البته بین خود میمون. هاشم با تو صحبت کردنم لازم. تو چی در داری زمان گپ زن؟ هاشم پسر اگر بیعقلی میکند که برای گفتنش زبانم نمیگردد. پسرک زنش رو فریب میدهد. خیلی کار کرده توانسته. حالا مردک شده است میگه. با خود بیا مردک. شرم نکرده این خیلی میگویه. عقلم به این کار نمیرسد. اگر حل نکنیم اویلاشون ویران میشود. فهمیدی؟ آخر آنها دو کودک دارن. زندگیشان آنقدر خوب نیست میدانم، لیکن اگر جدا شوند علی ثروت را با خودش میگیرد. این خیل نمیشود. من با فکرت خودم گپ میزنم. نشود با خسورم میگویم. نمیشود. چرا؟ اگر فکرت به تو کارت چی گوید خر را سخت بستن داشتیم از فهمیدی صدقه. آقای هاشم ببخشید که خلال میرسونم، لیکن اگر زودتر برایم خوب میشود. من با خودم گپ میزنم، غم نخور. بیا رفتیم.
ба ту боварӣ несту. ё худоё, ба ин одам ақл биде. علیجان با تو لباسی تازه آوردم. انا گیر بینازره شستن لازم نیه. استفاده برو پرتا. زحمت کشید آمدی. شما را گوش میکنم. چی میخواهید؟ دلیل ها خیلی به قوتند آقای علی. همه چیز بر ضد ما است. من همش را میدونم. برای همین آمدیم. با این دلیل ها تو را برآوردن غیر امکان است علی، غیر امکان. اما ادوکتمون دیگر نقشه دارد. چه نقشه؟ گناه را باید به گردن گیریم. تو میدانی که سیده را در خانه محکم کردند. 1 دقیقه هم از چشمشان دور نمی کنند. اما صبر کن، من یک راه یافته سیده را خبر میدهم. تشکر کید آقا. انتظار خبرتون میشویم. راحت باش، همش خوب میشود. خدا حافظ. آروم. آروم. با داغان چی مصلحت داشته؟ آروم. اگر دانم که کاری میکردگی درست است، جانم را برای دریغ نمیدارم، اما این راهی درست نیست. آروم اخلد رو کار فرما که باز به سرت بلا نآوری. همه‌اش را به خوبی حل کرده میشود. غم نخورید. من فراموش کردم. شما هم خودتون رو بسیار عذاب ندهید. اکی اومد. من بیگناهم. چرا باید گناه را به گردن گیرم؟ همین است نقشه‌تان. این خیلی نگوی علی. اگر در مرافعه گناهکارم گویی 3 سال، پشیمانم گویی با 3 سال 6 سال می شود. از آن که 1 عمر اینجا مانی این خوب نیست بگر. من بیگناه هستم. چرا برای آزاد شدنم من در اینجا 6 سال دراز خوابم؟ آقای علی، بله گناه ندارید، اما دلیل ها بر ضد شمایند. در این وضعیت غیر از قبول کردن گناه دیگر چاره ندارید. حتی از عفو عموم هم استفاده برده نمیتوانید. باز یک بار میگویم همه دلیل ها بر ضد شما هستند. من باید فکر کنم. من دستم را به خون آلوده نکردم. البته فکر کن. مقصد ما تو را با جزای سبک خلاص کردن. سلامت باش. خیزید. علی علاج ندارد، به ما باور بکند. تا چیزی را گم نکنی به قدرش نمیرسی. همطوری در اینجا خیر خوش کنیم آقای ادوکت. یک کارم برآمد. فکرات بیا اینجا بیا. از کجا می آیی؟ وای، یک رفیقم در شهر به صدمه دچار شده است. من صدمه را مثل همه مردها از پشت دخترها می دویدم. ترنیه از من پنهان نکن پسرم. شما چی میگوید پدر؟ هر بگو یک نماز خورا خورده می شود. مرد استی البته هر روز از دیدنی روی علی بیزار می شوی. گوش کن، هیچ چیز نمیگویم. البته کردنگی پنهان کن. چه خیلی که میگویند در برف چونان راهگر که ایزی پایت نماند. همه این رو از کجا میدونید پدر؟ از من نمیگریزی پسرم. ما هم جوانی دیده ایم جانی پدر. من مادر و پدر رو، هم خانم و خواهر رو، برادری جانم رو. ده بودیچم رو ده. اگر تو دوستی نمیکردی پدر و مادرم جان تو نمیکردم.
مادرم از پشت کشیده وقت نمیابد که با پدرم غمخوری کند. همه جنجال با عیب تو. ده این را با من ده. دیگر بازی کردن ممکن نیست. نمیدیم. کانی بس کنید. با شما چی شده؟ چرا جنجال میکنید؟ بیبی جان اکام دوزی کرده است برای همین پدر و مادرم جنجال کردم. نه با عیب تو شد. مادرم از برای تو شده وقت نمیابد که با پدرم غمخوری کند. فهمیدی؟ کانی اینجا شید. تو هم گذاشته شید. کانی بعضن پدر و مادران جنجال میکنن. بازنشتی میشود. اما شما هیچ گاه با کارهای آنها دخل دار نشوید. میلش در اینجا شما گناهی ندارید. فهمیدید؟ اما مادرم همه وقت چلاق میخورد. یک روز گریختر رود چی بیبی جان؟ باید من و تو با یک قرار بیاییم یا اینکه دیگر غور نخوریم. فکرت این انگشتری رو چیکار میکنی؟ وای خیلی زیبا شده اپا یک نفره که زود اینجا با گل دسته می آید. فکرت اما همون با یک آدمی درست و با اخلاق مانند است. او با فکرم به تو دل داده است. نمیدونم. بعضا از خودم میپرسم چه خیل شده است که او تا حال زن نگرفته است. بلکه قسمتش تویی اپا. ایشیل گوش کن از حاضر با تو میگویم تا که بعد یگان خطاگی نشود. با نزدیکی کاری دیگر رو شروع میکنی. اگر از میزها جیغ زنن نزدشان میروی از حاضر عادت کردن گیر. نباشد با دو دستانت پول کار کردن دشوار میشود. مرا فهمیدی؟ اپا تو باید راهی رو پیدا کرده از این بطلا خلاص شوی. با خدا با فکرت خانه دار شو. از اینجا گریخته رو. البته گلشن البته. با انگشترین عروسی هم چیکار کردنی فکرت؟ امروز با مغازه جواهرات در آمده بودم. دیدم که آنجا انگشترین ها رو توزه میکنن. خواستم که انگشترین عروسی تو رو هم توزه کرده بیایم. انا همین. چرا با من خیلی نگاه میکنی؟ هیچ چیز نه فکرت. این فکر چرا به سرت آمد؟ خیلی خوب فکر کردی. البته پرده توزه کن. سیده هارون چی نیتی که داشته باشد با اونیه بگوی. چرا اپا؟ یگون راهی دیگر هست مگر؟ نشسته انتظار شوم که کایزن چنگیز میشوم. آخر سروزی من نشو. حالا هیچ چیز حل نشده است. برای حل کردنش حالا فرصت داریم. لیکن اگر گریزی میدونی چی میشود سیده؟ نغز میدونم. عاقبتش با چنگیز نیو با هارون با شوهر میبرویم. فهمیدی اکنون اپا؟ سیده تو نمیفهمی. با من گوش کن. هارون رو با مرگ دیله میدهی سیده. پدرم این مراتب او رو میکشند. تو هارون رو فکر میکنی و اکای عمر رو. اکای عمر با ما کمک میکند گفته میترسی. مادامی که مرا فکر نمیکنی خودم یکون علاجش رو مییابم.
با هارون میگریزم. تو خواهی هم نخواهی هم. با شما اشتیایتون. گوش کن پسرم، اگر این کار رو کنی عاقبتش رو هم فکر کن. به سرت چی بلا رو می آری میدونی. سعیده حالا به بلاغت نرسیده است. سراسیمه نشو پسرم، باز پشیمون نشوی. آخر سعیده به من هم جیان می شود. در این باره هم فکر کن. در این محله به غیر از سعیده همه بر ضدت می شود. تو این رو می فهمی هارون یا نه؟ نه خاله رابعه، آروم شوید. من میدونم که رو به خود دشمن میکنم. نه یک برادر دارم، نه یک رفیق. من خودم تنها چه خیلی این کار رو میکنم. پیش از آن که به خانه روم شما را خبر گیرم گفتم که از تنها ماند به خانه رفتن هم نمیخواهد. نه یک نفر خوراک میپزد، نه یک نفر پیشواز میگیرد. و خدا حتی خوراک نمیخورم. خوب کردی که آمدی. البته بیو، تو جیانی من هستی. امانت رحمتی برادرم. تشکرم. با تو قلچکند آوردم دوغن. نمکک پختم. اولش نصیبی تو بوده است. گیر پسرم. تشکر ینگه. دست شما درد نکند. من دستم رو شویم. مایلش. سعیده چه شد اکای دوغن؟ سعیده برای پگاه آماده شو. با هارون میگریزید. پدر و مادرت نفهمند آماده شو. پگاه در وقتی مثل روز از خانه میبراییم. من همه چیز رو تیار میکنم. فهمیدی؟ چرا شما به ما کمک کردن میخواهید؟ هارون از عمر کمک خواست لیکن وی رد کرد. در این حالت به شما هیچ کس یاری رسانده نمیتواند. گوش کن. عشق و عاشقی چی بودنش را خوب میدانم. برای همین از من شوپه کردن در کار نیست. فهمیدی؟ آماده باش. فهمیدی؟ روک نو. دیر یک چای گرم بیارم. نه نمیخوام. خوش بشه. خیر. اوه شام بخیر امک. شام بخیر. یک چای بنوشید؟ چایم را نوشیدم میروم. باز با من نوشید. هرموز برای ما 2 چای بیار زود. کمی گپ زنداخن. یک نقشه بسیار جالب دارم امک. اگر خواهی از عمر خلاص شوی برای انجام دادن نقشه کمک کن. چه نقشه؟ سعیده را میگریزانم. با همان هارون جوانه یاری برسالی. عقلت را خورده داغم. من نه. عمر یاری میرساند. پسرم این خیلی نگاه نکن. با درون درو.
اما که قربان آمدنم رو چه فهمیده؟ در نیمه شب تنها نفر در بیرون میگردد که خوابش نمیبرد. تو هم وقتی که به محل آمدی دردها رو با پشتت بر کرده آمدی. این خیلی باشد ایست. البته چه کافتنت را باید دانی، نباشد با تو هم حیف و به راهی گشته هستم. مالش تو مرا گوش نکن. از من فقط گپی بسیار است. من به یک دختری بزرگ چه نقل میکنم. از من تنها گپ است. برای چین خیل میگوید اما که قربان دوای دردم را اگر میدانستم در میان 4 دریا تخته بندم کرده‌اند، باز میگویند دامن تر مکن. هوشیار باش. تو این خیل راه میگردی؟ همین خیل نی؟ شکر خدا پایهایم کار میکنند. خب نباشد بگو تو در کجا و چگونه راه میگردی؟ مثل همه در دنیا بالای زمین. این خیل باشد با دقت راه گرد عزیزم که به باطلاق آرزوهایت باز غوطیدن نروی. فهمیدی؟ چه خیل فرو نروم؟ دکتر، مادامی که تو دکتر هستی عزیزم، فرهاد را میدونی تو مگر؟ فرهاد شیرین رو؟ بله، همون فرهاد. بله میدونم. شیرین در درگاه با خانم پادشاه خدمت میکرد. البته فرهاد میسوخت، سرخ میشود، اما بیفایده بود و درگاه در آمدن نمیتوانست. یعنی خیلی درد کشیده است. که اینها باز کسی به چنین دردی سخت و جانکاه گرفتار نشده. فرهاد در درگاه یک شناسی نزدیکش را مییابد. کی بود اصلا این شناس؟ نمیدونم اما که فرهاد نقاش است. یک شناسش اپی نقاش رقیبش. فرهاد به رقیبش میگوید وقتی که ما در درگاه کار میکنیم اپت به ما کمک میرساند که شیرین به ما یک نگاه کند. عجیب، رقیبش به این روزی میشده باشد؟ البته نمیشود. در آخر کار وی هم میگفته راضی نشده است. اصلا همه مهمش عزیزم، میدانی فرهاد به وی آدم چی گفته است؟ از بحر عشق گذر گفته است؟ فرهاد برای دیدن شیرین از بحرش میگذرد مگر؟ نمیگذرد. فرهاد به رقیبش گفت که از من سیری ترکیبی پیدا کردن رنگی کبود را میخواهی دانی؟ نمیگم. انا برای همین من از تو بالا هستم. اگر برای دیدن شیرین کمک رسانیم من میدیم. بعد چی شده است اما که قربان؟ من یک قربانی غریبم. تو باشی یک دکتری بزرگ هستی، چی شدنش رو از من خوبتر میدونی. خیسته از پسی کارت شم. آدمان تو را انتظارند و مثل بر این بی‌سوادها گوش نکن. خیرم رو بیا. دوام حکایه را نقل نمیکنید اما که قربان؟ اولش را گفتن معنای دوامش را گفتن است. اکنون تو آخر این حکایه را یاب. رو اکنون رو پسرم رو. سلامت باش. مرحمت آقای حاکم، چی می نوشید؟ مقصدی زیارتم خوردن و نوشیدن نیست. آمدم بگویم که آماده شو، وقت شد. یعنی چه خیلی؟ شنا کرده بعد ما چسبیده مدوکت. اکنون نفس کشی عمر مشکل می شود. می بینید که نفس کشیدن نمی تواند. چیزی که دارد از نفس می گیریم. چخلی که می گوید اسب هم صاحبش را دیدن بعد رام می شود. گوش کنید بچه ها، ریشه عائله همین است. در عائله ما هم فکری و هم دستی رو می آموزیم. اگر خواهد من نویسم معلم. لازم نیه. درس آموزی شما دردی مرا کمتر می کند. شین جانم.
بله چی میگفتم؟ اوئلا مثل یک بنا است که در بالای ته کرسی ایستاده است. اگر ته کرسی بنا با قوت نباشد آن چاپه شده میافتد. در اوئلا هم اگر نفر زخمی باشد آن به قوت میگردد. در اوئلا دستگیری و همفکری شرط است. حاضر با شما یک مثال میارم. با فکر شما بین پرنده و کرکدن یگان علاقه هست؟ یکیش کلانجوسا دیگرش مایده یک. گویا یگان علاقه نیست، همینطور نه؟ اگر پرنده از گوش کرکدن حشرات ها را نخورد، کرکدن از حشرات ها بیمار شده مرده میتواند. پرنده هم گوش کرکدن را تازه میکند و هم خودش سیر میشود. در اوئلا هم مثل پرنده و کرکدن آدمان از هم دیگر دور نیستند. ما انسانیم، شعور داریم. حاضر من موضوع رو کوشش میکنم با شما بچه ها فهموتر نقل کنم. چخیلی که گفتم انسان شعور دارد، عقل دارد. حیوان باشد اگر تو دیدی نمیکردی پدر و مادرم انجام نمیکردم. مادرم از پشت کشیده وقت نمیابد که با پدرم غمخوری کنم. همه جنجال با عیبی تو یافتم. چی رو یافتی ثروت؟ هیچ چیز. قلمم گم شده بود همان رو یافتم. سلام میشیل. امشب بخوریم؟ نمیدونم فکرت. امروز کمی احوالم بد است. با خوردن هم نمیخواهم. اما وعده داده بودی که یک ضیافت خوب میدهی. امشب میخواهم مهمانی تو شوم. با تو گپ‌های مهم دارم. اوه کلموش در کجا میگردی؟ رستی با تلفن ها؟ بعدتر با تو زنگ میزنم. کارو بار دارم. باز چی میشد؟ کارو بار ها؟ خب نباشد برای کار با تو. خیر خوش آمدید دکای دوغان. امیدوارم خبرهای خوب دارید. پروا نکن پسر آهنگر. همش از روی نقشه. سیده را خبردار کردم. روشن‌تر فرمانید. گوش کن. امروز امک حمزه به قهوه خانه می رود. من رفته ینگه حلیمه رو به گپ می گیرم. همان وقت سیده از خانه می گریزد. چی؟ من چی کار میکنم؟ صبر کن سراسیما نشو. تو در نزد خانه ولنگار می ایستی. وقتی که سیده می آید مرا انتظار شوید. شما را به خانه در باغدهی بابایم می برم. بعد دوامش رو مصلحت می کنیم. مالش. تشکر دکای دوغان. این خوبیتون رو هیچ گاه فراموش نمیکنم. دوستی حقیقی در همین وقت معلوم می شود هارون. نصف روزی در خانه ولنگار انتظار شو. تو بازی دکای دوغان. دوغان از تو چی میخواهد؟ چرا گپ نمیزنی؟ التماس حلیمه از چشمت رو نکن. باز از خونه بیرون نبراید. در این سن سال شرمنده نشد. حمزه بگو با وقتی به خانه برگشتنت قهوه آوردن رو فراموش نکن. تمام شده است. فراموش نمیکنم.
حلیما تو هم گفتم رو فراموش نکن. سعیدا رو با دقت نگاه کن. وعده دادم شرمنده نشویم. پروا نکن. خدا نگهبانت. تشکر. خداحافظ. ینگا چی شد دوغن؟ ینگا با شما صحبت کردن میخواهم، اما در خانه نمیشود. با سیده نشنود. در مسئله پول و بیرون برایید. و بیرون. توزه ینگا اما که حمزه به شما پول دادنم رو فهمید است مگر؟ چون که از گپ زنیشان معلوم که از چیزی گمانبر است. چی گفت؟ به فکرم تو برای تقسیم کردن پول بسیار داری. گفت با من اشاره کرد، لیکن من نادیده گرفتم. خدایا انیق فهمیده است؟ نخو نمیدونم ینگا، فهمیده است گفتم نمیتوانم، اما چرا بی یگان سبب این خیلی گپ زدن؟ نه انیق فهمیده است. من رفته خودم با او میگویم. ینگا سروسیما نشوید ینگا. شاید نفهمیده است. حاضر نفهمیده خودمون رو بای ندیم. شاید من خطا کردم. این خیلی نمیشود. بای ندیم. راست میگویی. البته ینگا. خدایا بسرم چی بلا آوردم دوغن. ایستید ینگا. اگر فهمیده باشد معلوم میشود. شما حاضر چیز نگویید، اما با دقت باشید. خیر من رفتم. خیر سلامت باش. سیده هنوز برای برگشتن وقت است. خوب فکر کردی سیده. اگر حاضر رویم دیگر. همش رو میفهمم هارون. من تنها با تو بودن میخواهم. برای این به همه عذاب ها تیارم. ببخشید توتی های عاشق، گپتان را بریدم، لیکن رفتنم ممکن بود. تشکر اکای دوغن. اگر شما نمیشدید کارمون خیلی مشکل میشد. ولی اکای دوغن ما از شما قرض داریم. چه خیلی قرض؟ رفتیم بعد دعا میکنیم. اگر به دستی عمه که حمزه افتید برای دعا کردن فرصت نمیابید. رفتیم. نرگیز تو حالم از من خفه هستی؟ مرا ببخش خواهرکم. وعده میدیم که دیگر به تو داد نمیزنم. سیخته شو که من از تو خفه نیستم. مرا بخشیدی؟ توی حکایت کرکدن و پرنده رو میدونی؟ امروز تقوی یعقوبم در مکتب نقل کرده بودم. پرنده حشرات‌های در گوشی کرکدن بوده رو میخورده است. هم خودش سیر میشود و
هم کار کردن از حشرات به ما نمیشود. محمد و خواهر باید یک فکر باشیم. چطور من حشرات هایی در گوش تو بوده را بخورم؟ دست یکدیگر را گرفته پدر و مادرمان را آشتی میکنیم. این را چطور میکنیم؟ کودک باشیم هم به عقل نیستیم. من یک چی فکر کردم. دست درد نکند اکرم. تشکر اکا. تازه کنی زیبا می شده است. انا با این قطعی گذارت خیلی زیبا می شود. بله خیلی زیبا شد. البته برای ینگه علیه وقتی برای شما بر این شوهر او باید شب روز نشسته دعا کند. شما بر اینها خیلی کمند. هیچی مسکت لازم نیست. نه گیر برای کارو. تشکر اکا. خدا حافظ. فکرت در اینجا چیکار میکنی؟ هیچ. میخوام یکی از دکانهایم رو با کرایه اسپارم. شما با کجا مادر جان؟ این خیلی بیفایده نگرد و یگان کارو کن. با قربانی بازای کهنه رو میبردم. تعمیر کرده به یگان غریب دیهد. گیرو تو بر فهمیدی؟ بگو بچه پروس نرو دیر نکن با خود و چشمانت رو گفته میگیرم. فهمیدی؟ ماندانه باشید اما که قربان. تشکر. خوش آمدی فکرت. اینها رو مادرم روان کردم. لباسای کهنه. باشما برای کار. خودت را گم مکن. موارد را بلای مزن. با خدا جلوش گم شود. گوش کن دوستان. گوهری اصیل بلای افتد هم با آب که شستی تازه می شود. اما اگر خرمهره بلای افتد تازه نمی شود. چی می شود؟ جلو گم می شود. همش چرک می شود. همین طور. آها بله. گوش کن دوستان. اگر جوهر بلای افتد صاحبش یافته می گیرد. اما که قربان رفتنم لازم. بله کچهار تو را انتظار است. رب اما اگر خودت را بلای پرتای خوب فکر کن. آیا کسی به تو دست دراز میکنه مگر نباشد در تکی پارو میشوی؟ مگر این را نمیدانی؟ اما که قربان کدوم لای چخیل دست گیری؟ گپ این مراتبه در بین ماند. کی یافته را کی استفاده برده را زخم داشته باشی بر حسد باشد گیر. خیر سلامت باش. مایلشو لیکن در این جوهر دیمان تنها. شما کی رو در نظر دارید؟ مایلش گپ در بین خودمون مولد مگر خوب نمیشود؟ از همه خوبش که این گپ را برده در خانه گوی. بعد چی میشود میفهمی؟ بعد دیگر جو رفتن میخوام گوید گیر با اونجا بر. اما این مراتبه گپ را به دیگر کس نیرو با خودت گیر. فهمم؟ شما از پس ایمان میپوید؟ این چهر گپ من این خیلی عادت ندارم. چشما دروغ نمیگویند. من به چشمی کودک نگاه میکنم. چیزی که بینم همون رو میگویم. اما که قربان از من چی میخواهید؟ من چی میخواهم؟ اگر خواهندایی میخواهد رفته پرس. از تو در وقتش جوهر میخواهد. اما که قربان همه سخنهایتون برای من معماست. به خدا که دلم تنگ شد. خیر با من اجازه. با شما برای کار سلامت باشید. خدای راه درست رو شده. سعیده دخترم تیار شو. چنگیز با مادرش می آید برای خرید می روید. سعیده دخترم کجایی؟ باز خوابت برده است دخترم. سعیده دخترم اینقدر از او پای داده تو انا چی نصیبتون شد.
باید میفهمیدید که غیر از هارون کسی دیگر رو نمیخواهم. من با او گریختم. حقتون رو حلال کنید. وای خاک بر سرم. سلام. آمدیم که کلینمون رو برای خرید چیزهای عروسی بریم. مادر جان چی شد؟ یکم واقعا؟ سعیده گریخته است. مرحمت شیطان. تشکر. راست میگویی. تشکر هرمز. خیلی که گفتی رشید این کارها آسان نیست. بعد یک چارهش رو میبینیم. نشود با حکومت میرویم. اوه شامد خدا مرحمت. همین خیلی بگفت نیستی حمزه. برای ما رو شرمنده کردن دخترت رو به ما دادی. نجاتی تو چی ها میگویی؟ دخترت با وای صد گریخته است. آدمی که دختری خود رو صاحب شدن نمیتواند نه خدای من شود نه دخترش کلینم. دختری من در خانه. کی گفت که گریخته است؟ تو به من باور نمیکنی؟ چی گمالی من؟ سعیده با هارون گریخته است. باور کردی حمزه؟ مادام که این خیلی دختری به تربیت داری چرا با ما دادی؟ پسرم رو شرمنده کردن خواستی. ما هم در این محله اعتبار داریم. بار اول خواستگاری کردیم راضی نشدی. ما تو را آدم درست فکر کردیم. کافیست. نه با خودم نه با اویده هم اجازت نمیدیم که این دل نفردی. درشو از قهوه خونه من. تا امروز هیچ کس نام حمزه عدلیگی رو سیاه نکرده است. و اینجا می نویسم که این داغ دیر نمیماند به من آن را از خودم میشویم. همه این رو فهمد. واقعا سلام سرما. سلام. کار تموم شد؟ بله اما نمیروم. تو را منتظر میشم. ببخش. لبای مادر جان. فهمیدم. خدای توبه. چی واقعه سرما؟ سیده با هارون گریخته است. چی؟ تو دیوانه شده ای هارون. عمر دیوانه. عمر گوش کن از خواهش میکنم با این کار همراه نشو. اکنون با این کار همراه نشده نمیشود سرما. انا میبینی همراه نشوم مگر باز یگان واقعه میشود. در کنار استم با خوبی حل نمیشود. عمر تا آرام شدنی همه اینجا میمانید و بیرون نبرایید. یگان کس نبیند شما را. شما چی کار میکنید اکای دوخان؟ من به محله برمیگردم. اگر در آنجا نمایان نشوم شبهه میکنند. پروا نکنید. بیگاه آمده شما را خبر میگیرم. تشکر اکای دوخان. تشکر زیاد. خیر. خدا حافظ اکای دوخان. تا بیگاه احتیاط شوید.
من با تو چی گفتم؟ چرا دختر رو تنها گذاشتی؟ همین قدر مشکل است که در رو از بزد محکم کنی. با خدا که حمزه چخیل شده است نمیدونم. در رو قلب کرده بودم، خودم در نزد در می ایستادم. بهانه نکن حلیمه، دختر رو از دست دادی. به هاشم خبر رسون، من هم با نزد حوریه رفته میبینم. به خدا حوریه میروم. با خود بیا، حاضر وقتی رشک کردن نیست حلیمه. دختر رو یافتن لازم، میفهمی؟ عمر درا پسرم. چی شد پسرم؟ هارون در کجاست خاله حوریه؟ نمیدونم، سحر از خانه برآمده بود. یکم واقعه شده است. هارون سیده را گریزانده است. خدایا حوریه در رخشا، من خدا میکشویم. حوریه در رخشا میگویم. حوریه در رخشا، حوریه در رخشا میگویم. یک طرف ایستاده. اما که همزه آرام شوید. اما که همزه کجاست وای خواهیم بچه کجاست؟ کنی پسری خواهی نه کنی وای. خدا شاهد است نمیدانم همزه. اکا آرام شوید. اکا ایسته. ما هم نام خبردار شدیم که سیده گریخته است. عمر گفت که گریخته است. اگر در این کار دست تو هم باشد از خودت گیله کن. من به آنها کمک نرساندم امک. به این خیر کارها همراه نمیشوم. با هارون مانع شدم اما گوش نکرد. پسرت همین قدر به عقل بوده است، فکر میکند که از پسش نمیشوم. اگر به 7 قبض زمین در آید هم 7 قبض رو به سر شفه میکنم. امک اجازه دهید آنها رو همراه کنید. التماس آرام شوید. نمیخواهم. برای گفتن دختر بهتون محتاج نیستم، اما اگر آنها را کمک کرده باشی فهمیده گیر که تو را هم مثل آن سگ نصف میکنم. فهمیدی؟ این چی بلا بود که به سرمون آمد؟ دختری بیار این چی کاری کرده بود؟ خم نخور حلیمه، آنها رو میابیم. آنها عقلشون رو خوردند. حالا میبینی که آنها رو میابیم. حاضر اکم بیایند. چکلی که میبین آموشگیری گوشکش. اکا غم نخورید، شنیدم و دویدم. زود آدم جمع کن هاشیم. همه محله رو، همه جای ها رو میکوبیم، حتی با زیر ریشه درخت درایند هم این بناموس ها رو میابیم. هر دویشون تا شب انیق یافته شوند. فهمیدید مرا؟ اطاعت اکا. سرما، نبای پدر، اگر تو از این کارها خبر داشته باشی و یکون چیز نمیدونم، اما اگر دونم هم نمیگویم، چون که سبب اساسی گریختن سیده این شما هستیم پدر. میدونم شنیدن این سخنها برایتون مشکل است، لیکن راست است. همه چی رو به خوبی حل کرده میشد، لیکن شما او رو مجبور کردید. اگر گناهکاری اساسی را دونستن خواهید پدر، به آینه نگاه کنید.
торик шуда истодааст. Акай доған кай меояд? боз ягон ҳодиса нашуда бошад? парво накун, камтар пас меояд. ин қадар ба мо кӯмак кард, дар ними роҳ намепартояд. салом мижгон. мансурма апай саида. ташаккур ҷонакам. саида имрӯз ба ту занг зада буд? не ягон чизи муҳим нест. агар мабодои ба ту занг занад ба ман хабар расон. хайр, ташаккур. боз ба ки занг заданаш мумкин? сурма, ҳозир вақти бо ту гап задан надорам, илтимос. ба гапам гӯш де. маро бояд гӯш кунӣ сурма. гӯш кун. ту медонӣ ки падарат ҷои онҳоро фаҳмидааст. чӣ гуфтӣ? вай отошин аст сурма. ҳорунро куштанаш мумкин. ман аз пушти онҳо намеравам. агар пинҳон шавам диққат ҷалб мекунам. ба умар гап зан, вай аз паси ин кор шавад, то ҷанҷол калон нашавад. ҳоло онҳо дар куҷоянд? ба хонаи боғдори бобоям гурехтанд. зудтар дав хонуми сурма. ба умар зуд хабар расон ки ба маргаш дер накунад. даракшо! алима, ту аз мо чӣ мехоҳӣ? баъди ҳамин қадар солҳо ҳам шавҳарамро фаромӯш накардаӣ? ин чӣ хел гап задан аст Ҳалима? ба ман гап задан роёд надеҳ. гӯш кун. чаро аз паси шавҳарам медавӣ? аз сину солат шарм намедорӣ? писарак бошад духтарамро дуздидааст. чӣ шумо ба мо қасд доред? Ҳалима, аз гапҳои задааст шарм намедорӣ? дар назар зани калонсол истодааст. вай аз сину солат шарм дорад. аз паси шавҳари дигарон надавад. Ҳалима, рав аз инҷо. ҳоло ки пушаймон нашудаӣ, рав аз инҷо. ба ӯ аҳамият надеҳ, ҳурия. онҳо дар ғазабанд. биё ба хона мебарем. шом бахайр. шом бахайр умар. ҳорун ба дукон омада буд? не, наёмадааст. майлаш, ташаккур. самовал бош. дар куҷоед ҳорун? ба сарат бало овардӣ, бало. کجا بودی حلیمه؟ من در همین جا برای تو خوراک تیار میکردم. چه خیل خوراک؟ مگر حاضر وقت خوراک است؟ زودتر را کشتایه. توی داغ فهمیدم امک. در کجا بودنشان را فهمیدم. چی؟ در کجا؟ دختران را با کجا برده است ویسر؟ در خانه باغداری بابایم امک. عمر برای گریختنشان کمک کرده است. چی گفتی؟ چیزی که شنیدید امک. عمر алия духтарам, хабари навро шунидӣ? Чӣ хабар? ҳорун саидаро гурезондааст. Гурезондааст? Гурезондааст бачаи беақл. куҷо рафта бошанд? акнун чӣ мешавад? ба куҷо рафтан намедонам, лекин чӣ мешавад маълум аст. худоё ҳамаш ба хайр бошад.
چقدر خوراک‌های خوب پخته دختران دستت در بیارم یا که تقویم را منتظر شویم. سلامت باش. من زهر خورد بای کوزه پشت. انیق از پسی سعیده دویده ایستاده است. خدایا کمک کن به بچه ها که گریخته روند. اما که قربان رفتنم لازم. بله کوچه‌ها تو را انتظار است. رب اما اگر خودت را بلای پرتای خوب فکر کن. آیا کسی به تو دست دراز میکند مگر نباشد در تکلیف‌ها پارو میشوی مگر این را نمیدانی؟ مادر جون، پدر جون. گبزن پسرم. ما با شما یک توفه داریم. گبزن جانم. بیاید. شنید مادر جون؟ نگاه کنید با شما چی تغییر کرده. شما را خیلی دوست می‌داریم. شما در اینجا چی کار میکنید؟ پدرمون رو خیلی دوست می‌داریم. شما چی کار کردید بچه ها علمم رو شما نمیشدید زندگیمون خیلی سخت میشد. شکر که شما هستید. شکر که شما هستید پدر جون. شکر که هستید. جانکم شیری نکنی من. حالا دوام دارد مادر جون. صحیفه هاش رو گردانید. مادرمون رو هم خیلی دوست می‌داریم. مادر جان شما برای ما خیلی وقت صرف کردید. برای این چی کاری کنیم کم است. که واجب باشد برایتون میکنیم. با احترام. شما رو خیلی خیلی دوست می‌داریم. به اینها نگاه کنید. از کجا شما این رسم ها رو یافتید؟ من حتی فراموش کرده بودم. شما رو خیلی دوست می‌داریم. ما یک عائله خوشبخت هستیم. این لحظه های خوشبخت‌ترین پدر و مادرم. شما نمیشدید به مکتب نمیرفتید. خوراک نمیخوردیم. خوابمون نمیبود. با ما هیچ کس بازیچه نمیخرید. دفتر و کتابمون را کی میخرید؟ شبها بالایمون را کی میپوشونید؟ بیمار میشدیم کی ما را نگاه بین میکرد؟ آفرین به شما. حتی شماره صحیفه ها رو فراموش نکردند. کی ما رو به باغ میبرد؟ روزهای عید کی به ما تحفه میخرید؟ مویمون رو پیشان نمیکرد. شما نمیشدید یک عائله کلان و خوشبخت نمیشدید. جانکم عزیزکونی من تشکر. چقدر خوب تیار کردن همین تفرینه. بله درست نبیالیه. یک دقیقه. از کجا با فکر شما اینا وقت نرود هاشیم. زودتر باید سگ رو یافته دمش رو بریدن در کار. میرویم که آدم ها تیارند. ایستید. این رو گیرید. در براتون باشد خوب. چی می شود معلوم نیست. معلوم است که عمر با ما دشمن است. رفتیم. این کار را کرده باشد پس یه رقم دارد. اگر مبادا یک گام بیعقلی کند دستتون خالی نباشد. اگر بیعقلی کردنی وی لازم نیست. جزای این کاری کردش را میدهد چه خیلی که نباشد. پرداخت کرده البته. این را دشمنی ناموس میگوید. این مار اژدها شده است. مار بچه و زیر کرده نتوانستیم. حاضر وقتش. زیر میکنم. چنان زیر میکنم که در قبر پیرمها بر رویش نگاه کردن نتوانم. راه کرده میروه. ما یک عائله
oilai xushbaxt هستیم. خیلی oilai xushbaxt هستیم. پسرم جواب ده. وای رقمش نشناس. دستت در نکند علیا. خوراکات خیلی بالا زد می نماید. با اشتیای تو. این خیلی نیسته در اینجا خزتی گروسنه موندم. کنی شینت. از هفتش خیلی بالا زد هستن این خوراکا. خودت رو خسته نکن. کمتر آرام شو. عمر البته یکم خبر میارد. آرو کارت رو کردی. خدایا او را در پناهت نگاه دار. انشاءالله. چی شد عمر؟ یکم خبر هست؟ نه خاله هوریا. آنها را کسی ندیده است. خدایا تو بزرگ هستی. چی شد سرما؟ از سعیده یکم خبر گرفتی؟ آنها در کجایند؟ دخترم میدونی؟ گپ زن دخترم، به حرمت خدا گپ زن. در خانه در باغ بوده بابایم، اما زود یگان کار کردن لازم، چون که پدرم جای آنها رو فهمیده است. میترسم که هارون را میکشد. بیا عمر، بیا زودتر به اونجا رویم. عمر پسرم رو نجات ده. عمر بیا هرچی زودتر به اونجا رویم. آخر وای برادری شیرخوار حد میشود. عمر به برادرت یاری رسان، نخود او را تنها گذاری. عمر او را میکشم، تو آرام نگاه میکنی. اوریا آرام شو خواهرم. خب خاله اوریا میرویم. خودتان رو به دست گیرید. خدا خواهد هارون رو صاف سلامت میابیم. غم نخورید. رفتیم. ببخش سرما. رفتیم خاله گوری. بعضن عشق را یک سو گذاشتن لازم است سرما. حتی عشقی را که دیر باز انتظارش بود. دخترم میفهمی. چقدر خوب بود از همفکری. برای یک خانواده رو نجات دادن، به خوشبختی آوردن، از این خوبتر اتفاق از مدر. وگرنه بعضی اتفاقها با شیطان کرده می شود که هیچ کس خبردار نمی شود. انسان را به چاه کله می دهد، اما به گوشی وی خواندن، وسوسه شیطان بودن را فهمیدن خیلی مشکل است. لب دقیق است. در آخر به یگان غریب بدیش می رسد. یک ضرر، یک بدبختی می آورد در دنیا. این بدبختی همه را به خود می گیرد. با اتفاق شیطان بر ضد مظلومان. بعضا دوست داشته ها جدا می شوند. بعضا دل طاقت نمی کند به این جدایی. سعیده خیز داغان می آید. سعیده همش تمام شد. اکنون از اینجا می رویم. بیا رفتیم سعیده. بیا زودتر. این ماشینی داغان نیست. سعیده پنهان شو. سعیده در یگانجا پنهان شدنت لازم. زودتر به جیوان درو. آهسته درو.
عمر؟ آرون زود باید از اینجا برویم. آرون پسرم. سیده گوش کن. از اینجا باید زودتر برویم. زودتر باشه. واقعا شد چرا سر و زماییم؟ اما که حمزه جایتون رو میدونه. اگر او اینجا بیاید میدونه چی میشود. زودتر رفتن لازم. دیر شد.